السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، اگر صدای مرا میشنوید لطفاً در چت یوتیوب بنویسید که صدای مرا میشنوید. صدا هست یا نیست دوستان؟ صدا خوب شد. گفتن که صدا خوب شد. برنامه را آغاز میکنیم. الکی یک نفر در استودیو هم وارد شدن، انشالله از ایشان صحبت را سر میکنیم. تماشابینان عزیز گرامی، صحبت امروزه ما درباره مهاجرت خواهد بود و همگی دانسته ایستادیم که دیده ایستادیم که وضعیت مهاجرت تاجیکان بی نهایت متشنج شده ایستاده است و بی نهایت وضعیت بی‌ضبط شده ایستاده است. انا برای همین هم امروز ما درباره مهاجرت گفته میگذاریم. تماشابینان عزیز، شکر پروردگار رو میکنیم که بعد از یک ماه این سفرها و یک کمی بیماری باز هم ما را به دیدار هم رسانید و انشالله این برنامه امروزه ما گرم خواهد بود با اشتراک شما، با صحبت شما، با سخنرانی شما، با خبر کردن شما از وضعیت امروزه مهاجرت. به هر حال من هم هرچند با چشم دور و با دل نزدیک هستیم، از احوال شما توسط شبکه‌های اجتماعی، توسط رسانه‌ها خبر میگیرم و میبینم که حال هموطنان من چی است. منم یکی از شما هستم و امروز در مهاجرت قرار دارم و من هم مثل شما مهاجرم. تماشابینان عزیز، انا برای همین هم بیایید از وضعیت همدیگر، از حالت همدیگر بخبر شویم و اینجا پیشنهادها کنیم و بیشتر گپ درباره آن رود که حل مشکلات امروزه ما چه خواهد بود. حالا یک باره یک نفر با نام محمود وارد شدن، ایشان را انتظار نمیکنیم. برآمدم. بسیار خوب، اگر گشته وارد شوید من حتما شما را بالا میکنم و سخنتان را میگوید. نفر با نام محمود وارد شده بودن. دوستان عزیز، رقم واتساپ ما در زیر این پست در اپیسانی نوشته شده است. می توانید به رقم واتساپ زنگ زنید و می توانید توسط لینک استریمیارد به استودیو وارد شده سخنرانی کنید. هر وقت که یگان مشکلی تکنیکی پیش آمد از یکایی که شما خواهش میکنم تماشابینان عزیز در چت یوتیوب بنویسید. حالا برنامه را آغاز میکنیم. تماشابینان عزیز، طبق خبرهایی که رسانه‌ای شدند، یکایی که شما شاید میدونید، روسیه 120 مهاجر تاجیک را بر روی خط سیاه وارد کرد. روی خط سیاهی روسیه یعنی چی؟ یعنی این 120,000 نفر میتوانند این شب یا امروز یا پگاه یا بس فردا یا دوام سال از روسیه خارج شوند، استرداد شوند و گفته می شود طبق قراری که در این باره برآمده است از ماه فوریه سال 2025 این یعنی به عمل سر میکند این قانون و کسانی که در روی خط سیاه هستند نهایت شرایطشان بی‌ضبط می شود، شرایطشان بی نهایت متشنج می شود. برای همین دوستان عزیز، واقعا شما توسط رسانه هایی که با این کار سر کار دارند روی خط را بسنجید و نام و نسب خود را پیدا کنید که در آنجا هستید یا نیستید و کوشش کنید که اگر نام و نسبتان در آنجا باشد هر چیز زودتر روسیه را ترک کنید و بیشتر کوشش کنید که در یگان جای دیگر رزق روزی خودتان، اهل و عیالتان را برای پیدا کردن جای یابید. برای همین تماشابینان عزیز، دوستان گرامی، مهاجران محترم، بی‌پروا نباشید. این 120,000 کم نیست. تقریبا اگر زیاده از 1 میلیون مهاجر کاری باشد، تقریبا 12% مهاجرانی که
مهاجران تاجیکی که در روسیه کار میکنند میباشد 12%. یعنی از 10 کس یکی از 2 نفر، هر 10 نفره یکی از 2 نفرش زیاده از یک نفرش چی از در روی خط سیاه است. هر یک 10 نفری تاجیک در هر یک 10 نفری تاجیک یک نفرش چی است در روی خط سیاه است. برادر محمود گپ زنید. السلام علیکم شوکت اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به استودیا وارد با VPN وارد می شود. همین که گفتم. به استودیا با VPN وارد می شود. هم شما نشداست با VPN وارد شداست. دوستان عزیز باز این خبر رو دادن که به استودیا بدون VPN وارد شدن مشکلی پیش آمده است. کسانی که میخواهید به استودیو وارد شوید توسط VPN وارد شوید. یعنی توسط VPN یوتیوب تماشا میکنید، توسط VPN وارد استودیو میشوید. شاید در آواز در صدا یکم مشکلی پیش آید، اما اینش هم میگویم که توسط واتساپ میتوانید زنگ زنید و رقم واتساپ رو حالا من در این پایان میمونم. کسانی که میخواهید صحبت کنید بدون مشکلی VPN فعال کرده میتونید توسط واتساپ زنگ زده گپ زنید. من این واتساپ ماست. حالا ببینید تماشاگران عزیز، در همین روزی 19 اکتبر وزارت‌های امور داخلی و هم کار مهاجرتی تاجیکستان خبری فوری نشر کردند و خبری فوری اینها هیچ وقت اینها خبری نیک یا خبری نقص نشر کردنشون در تاجیکستان هیچ کس در یاد ندارد. اینها فقط خبری بد نشر میکنند و خبری بدشون هم سرشون خورد این است که 120,000 شهروند تاجیکستان در روسیه همچون ویران کننده قانون‌های این کشور به قید گرفته شدند. در خبر رسمی شهروندان تاجیکستان آگاه کرده شدند که به این افراد اخراج یا دیپورتاسیا از خاک روسیه تهدید میکند. شهروندان میتوانند نام خود را در روی خط شخصانی نظارت شونده بسنجند که آن را مقامات حفظ قانون روسیه ترتیب دادند. اکنون به قانون‌های فدرالی روسیه عاید به بودجه شهروندان خارجی تغییر علاوه‌ها وارد شدگی است و این تغییرات از 5 فوریه سال 2025 تماشاگران عزیز اعتبار قانونی پیدا می‌کند و این فهرست را باید شهروندان تاجیکستان دریافت کنند و نام خود را بسنجند که آیا در این روی خط وارد هستند یا نه. بی‌پرواهی نکنید تماشاگران عزیز، حتما نام خودتان را بسنجید. و نگفته نماند که روسیه در همین نیم سال اول سال 2024 یعنی از ماه ینور تا آخر ماه ایون در 6 ماه 86,000 شهروند خارجی را یعنی 86,000 مهاجر را از روسیه اخراج کرده است. این گفته می شود که این 2 برابر سال گذشته است. در سال گذشته در تمام سال در تمام دوام سال 2023 85,000 مهاجر استرداد شده بود یا از روسیه برآورده پیش کرده شده بود. حالا باشد در نیم سال در 6 ماه 86,000. یعنی احتمال دارد که تو ماه دکامبر 170,000 شود. اگر همین قدر دیگر دیپورت شوند. حالا این روی خط سیاه برآمد و این 120,000 خارج کرده شوند تقریبا 200,000 می شود این سال. اما خیر گفته نشده است که در این 86,000 شهروندان کدام کشورها هستند، چقدر از کدام شهروندان هستند. لیکن
دونسته باشید که 120,000 شهروند تاجیکستان در روی خط سیاه روسیه است. 120,000 و این 120,000 تماشاگران عزیز حساب کم نیست و هیچ وقت این رو کم نگیرید و مهاجر اگر خودش شرایط خودش رو رو به بهبودی نیاراند و شرایط خودش رو خودش خوب نکند، هیچ کس در غمی او نیست. تماشاگران عزیز، هیچ کس غمی او رو نمیخورد، هیچ کس در یاد او نیست. و چقدر که شما به مشکلی دچار میشوید، چقدر که شما به بدبختی دچار میشوید و چقدر که شما عذاب میکشید، رنج میکشید، همون قدر حکومتداران ما از آن فایده میبینند، همون قدر خرسند هستند، چون که همین رنج و عذاب و رنج های روانی انسان رو روح افتاده میکند، انسان رو سرخم میکند و گپ انسان گپ دهانش رو گفته توانستنش هم مشکل میشود. هر چقدر آدم دورو میشود، هر چقدر آدم پرابلم هایش کم میشود و هر چقدر انسان یعنی زندگیش خوب میشود، او گپش برا میشود، صدایش بلند میشود، سرش بالا میشود و به هر گونه فشارها تن نمیدادگی میشود. این گونه انسان ها به حکومت تاجیکستان در کار نیستند، حتی در روسیه هم در کار نیستند. برای چی مثلا عزت امان ها استرداد شدن، زندان شدن، کرامت شریفوف کشته شد؟ برای چی چندین نفر مدافعان حقوق بشر از روسیه گریختن؟ مثلا فرض کردیم مثل کریم جان یاروف یا چند نفر دیگری که در روسیه حقوق مهاجران را دفاع میکردن. حالا خانم گوهر جورایو زنده هستند نیستند، شاید زنده باشند یا به چه مشکلی ها دچار شدن یا حالا در دولت پیری میرونند. چرا آنها خاموش شدند و چرا امروز در روسیه تاجیک مدافع حقوق مهاجر ندارد؟ چرا؟ برای آن که اینها را از جهت روانی زده صدایشان را خاموش کردن. از جهت روانی زده اگر تن ندادن بردن زندانشان کردن، استردادشان کردن. اگر با تن ندادن کشتنشان. برای چی؟ برای آن که یعنی هر جایی که مدافع حقوق بشر هست اونجا حقوق بشر حفظ می شود، محافظت می شود و هر کجایی که مهاجر احساس می کند، شهروند احساس می کند، یک انسان احساس می کند که از حقوقش دفاع می شود، او سربالا زندگی می کند، او سربالا حرکت می کند، او سرخم نمی شود و می داند که یک روز اگر حقوقش پامال شود کسی هست که از حقوق او دفاع میکند. برای همین هر نفری که دعوای دفاع حقوق بشر، حقوق مهاجر را در روسیه داشت، زبانش را دوختن، بالایش تاختن، کشتن، زندانش کردن و مهاجری بیچاره را به صاحب کردن و امروز هم مشکل بالای مهاجر میبیاید. این فایده هم میزبان است، هم فایده حکومتی که مهاجر را به این کشور میفرستد. هر دو فایده دارن، هر دو منفیت دارن و منفیتی یعنی مشترکی هم حکومت هم روسیه و هم حکومت تاجیکستان امروز بیچاره حیاتی مهاجر و روزی مهاجر را سیاه کرده است. روزی روشنی مهاجر مثل شبهای تاریک میگذرد.
حالا ببینید وقتی که من طول قریب 10 روز 7 روز یا 8 روز در کنفرانس چینکی انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت داشتم. واقعا از شرایط بد مهاجران مدافعان حقوق بشر سخنرانی کردند. در آنجا نه حکومت روسیه شرکت داشت، نه حکومت تاجیکستان شرکت داشت و اینها بودند که حقوق انسان را پایمال میکردند. حقوق انسان از جانب اینها پایمال شده است. انسان حقوق دارد یا نه در این کشورها اهمیت ندارد. اینها نآمدند به کنفرانس بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا به ورشاو نآمدند و جای اینها خالی بود. جای روسیه، جای بلاروسیه، جای تاجیکستان. از بین زیاده از 50 کشور 57 کشور بود، چند کشور بود؟ زیاده از 57 کشور دنیا جای همین 3 کشور خالی ایستاده بود: تاجیکستان، بلاروسیه، روسیه. 3 کشور مستبد، 3 کشور دیکتاتوری، 3 کشوری که اساساً به انسان حق قائل نیست، حقوق قائل نیست، جایشان خالی شده. هرچند جایشان خالی شده بود، تماشاگران عزیز، ما از وضع روسیه، از وضعیت شما گفته گذشتیم، لیکن این رو هم بدونیم که بسیاری از کارشناسان بر این هستند که نفرانی که در روسیه عذاب میکشند همگی 1 یا 2% مهاجران هستند و خلاص دیگه همه در عیش و عشرت هستند، همگی حقوقشان چی میگه، حقوقشان حفظ میشود، حقوق خود را دارند و حقوقشان پایمال نمیشود. مثل همین فکر میکنند. آیا به همین فکر شما مهاجران عزیز که ما را تماشا میکنید راضی هستید که همه شرایط ها خوب است، همگی از 100% 1 یا 2 یا 3% نفرانی که حق خود را نمیدونند، زبان را نمیدونند، قانون را نمیدونند، همین ها فقط عذاب میکشند. اگر برای این گپ ها راضی هستید یا راضی نیستید، خواهش میکنم اگر وارد شدن تونید به استودیو وارد شده نظرهای خودتون رو بگویید. این خیلی حرفای هم وجود داشتن و حرفای دیگری که وجود دارد بر ضد شما مهاجران عزیز این است که در روسیه اساساً تاجیک ها از بی‌سوادیشان عذاب میکشند. باز سوال های هم داده می شود که چرا مثلا گریم اینقدر قرغیز شکایت ندارد، چرا اینقدر مثلا ازبک شکایت ندارد، چرا اینقدر قزاق شکایت ندارد. حتی از افریقا آمده کار کرده در روسیه رفته شدن، فقط تاجیک شکنجه می شود، تاجیک رنج می بیند، تاجیک لطوکوب می شود، تاجیک بازداشت می شود از جای کارش، از کافه، از رستوران، از زواد، کارخانه، کارگاه ها بازداشت می شود، پلیس برده می شود، استرداد می شود. چرا محض تاجیک؟ همین خیلی سوال ها هم وجود دارد. کسانی که به این سوال جواب دارید خواهش میکنم توسط واتساپ که در اینجا نوشته شده است، توسط لینکی که در چت یوتیوب برادران گذاشته ایستادند یا اینکه در زیر نوار در اپیسان لینک استریم یعنی لینک استودیو وجود دارد، شما میتوانید وارد شده فکرهای خود را بگویید. این فکر شما برای تحلیل ما خیلی مهم است که ما بدونیم که چرا محض تاجیک از همه بیشتر
رنج میبیند. ببینید در همه چیز ما رکورد زده شدیم. رکورد در گرفتن شهروندی روسیه هم رکورد زده شدیم. در گرفتن شهروندی روسیه هم رکورد زده شدیم. در رنج کلفت کشیدن هم رکورد زده شدیم. در کشته شدن در جنگ اوکراین هم از همه زیاد رکورد زده شدیم. یعنی به جنگ اوکراین بین کشورهای جمهوری سابق اتحاد شوروی یا اسنگی حاضره از همه زیاد تاجیک‌ها جلب شده شدند به جنگ اوکراین از جانب روسیه. از همه زیاد تاجیک‌ها کشته شده شدند. در همه جمهور رکورد زده شدیم. سببش چی است؟ حالا یک نفر با نام غرب چیزی گفتن میخوام. بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. اکا شرفا جون خوبه؟ سلامت بخشش که در جای نامناسبم با چهره برمدن نمیتونم امروز. خب هم تگاب میزنم اجازه باشه. خب اول سلام به شما و با تمام بینندگان و با مردم غیوری سربلند تاجیکی خودمان. خب اگر که گفته که چند فائز مردم در عذاب است از حساب بیسوادی گفته در روسیه. بله همین خیلی گپ دارن. کارشناسان میگویند که خیر یک قسم عذاب میکشد، همه توجیه که عذاب میکشد نگویند میگویند یک قسم عذاب میکشد از بیسوادیش، قانون نمیدوند، زبان نمیدوند. این حقیقت نداره که برای چی؟ برای که من خودم شهروند روسیه بودم از سال 2008 تا اینمی با اروپا آمدن. خب هر یک از سر من خودم یک کارخانه داشتم، چند تا کافه داشتم، صاحب کار بودم به یک حساب. از 2008 تا 2021 من ایندیویدوال پریپرینیماتل بودم، کارگر داشتم. در همه دوام همه قساله که من کار کردم فقط در زیر فشار این همه حکومتی ها این مردم روس بودم. سبب شکست من در همه طول همه چند ساله که من کار کردگی من شاورما خونه چند تا داشتگی بودم. زیاده از 15 مرتبه شاورما خونه های مرا محکم میکردن. سببش چی بود؟ یک سبب داشت که من کروپسیا نمیدادم، با اوچاسکوی را پول نمیدادم، بعد فتنه سر میشید. همسایه را میرفت اتراوید میکردن، همسایه ها را مثال در همون شهر اتراوید میکردن، با من زایابلین می نویستن درباره من. می اومدن از حساب دولت کارخانه من را محکم میکردن، کارخانه همون جای سودا ما محکم میکردن. به یگانو همه چیز هست، ادوبسا همش هست، حاجت خونهش هم هست، دستشویش هم هست، همه چیزش هست که نگاه میکنم همسایه من آذربایجان هست، نه دستشویک داره نه حاجت خانه داره، هیچی نداره، کار کرده شده است. نکی من که کروپسیا نمیدادم، از اون جمله که من تاجیک بودم، همین فشارا دائما مدام در بالای سر من می اومد. این یک بدبینی بود نسبت ما. من این را حس میکردم. من برای همون از همه حکومت روسیه، از اون جمله از همه مردم عادیش بسیار متنفر هستم. همه وقت من همچون یک شهروند روسیه همه وقت در زیر ضرب همه و حکومت و همه مردمش بودم. برای همین میگم این تاجیک بدبینی این پیش بود. از سال 2008 به سر من این مدام وای بود تحمیل میشدم. برای همین این همش دروغ است که 1% نمی‌های. اگر 1% میشید این قصد سر صدوها بلند نمیشد. شما نگاه کنید، حالا شما صاحب کار بودید، چندین کافه داشتید، رستوران داشتید و یعنی صاحب کار انفرادی چسب پریپرینیماتل بودید. با چسب پریپرینیماتل این گونه مناسبت باشد با مردم عادی ساختمانچی کوچه رو چه خیلی مشتگی باشد؟ اما بالاترین مقاماتی که میشه تفتیش میکنه کمیته تا این موش استوایی. مثلا من در سنت پتربورگ هم داشتم، در کالینینگراد هم داشتم، در دو جامعه صاحب کار بودم.
کمیته با ایموش استوای سانت پتربورگ می اومد یک کاغذ پیشنهاد میگفت که باتای همین جایی که تو وای سودا کرده سودی همین پاویلیون است یا که همین زدانی و در کانال میگذره همه قصول پیش ایمان کار کردم ما وقتی ارنده گرفتم نه 2 سال کار کردم 1 سال کار کردم وقتی سودای من هم دوای بلند میشید یا می اومدن یک بهانه قطعی یک کاغذ می اومدن یک چرتژه را می آوردن نشان میدادن میگفتن که تو اجازت کار نداری در اینجا این شاورما بگی از بین بر مثال یگون میوه فروشی این بعد مرا از اونجا سر میکردن بعد 1 سال نیم سال یک بار همون تو میخوردن نگاه میکردن که یک آذربایجان یا ارمیان یا که یک دیگر ملت دیگر در همون در جای من شاورما سودا کرده و گشته است عجایب بله عجایب برای همین ما میگم چرا آذربایجان شاخ دون داشته است؟ بله آذربایجان پشت پایه داره آذربایجان خودشون ملت متحد هستن آذربایجان با پول با کروپسیا و با پاره قطعی مثال کار میکنن همکاری میکنن مثال بچه‌های تاجیک هم بسیار کار میکنن از اون فقط شخصا من نمیکردم برای اون من راه من نیافتم در روسیه آدمی که همین کروپسیا نمیتیا پول نمیتیا با اوچاسکو و با این و همکاری نمیکنه و زندگیش روش نمیوه یعنی حتما باید کروپسیا داشته باشی البته من فقط به همین اوچاسکوی به همین آدمای مقامات پلیس این و فقط من دست به گریبان بودم می اومدن خلدین که میکشودن درش چند قرن پیتکر میگرفتن میار میگفتن چیکار میکنی میگفتن که چی با یگون گاو میزنی تو این خیلی مقامات روسیه هستن آیا هر کسی میگه که روسیه این نوعیه این دروغ است هر کسی که کار میکنه زندگیش پیش میبره همش پول میتن کروپسیا میتن یعنی باید این خیل پیش نروی سربلون نباشی باید این خیل به تجارت مشغول نباشی فقط کوچرو باشی یا کوچرو هم همین خیل است چندین بار من میگفتن تو چیکار میکنی تو تاجیک برو وای برو وای که اگر بخوای که هیچ که غم نتیه برو کوچه را برو میگفتن یعنی خواهی که آزاد بگردی کوچه رو بکنه بله میگوین که نه نمی کوچه رو پا عبی سواده شونه کوچه میروبان بعد هم با اونها رو تحقیر میکند و خودشون رو نمیدونند برای همین رفتگیان کوچه رو شده است او کوچه رو باشن که اگر به شرط کیوه هم که نگاه کنی این مثال چه بگم سیاست پیش گرفته 33 ساله جناب الرحمانوف است این وابستگی حکومت تاجیکستان داره که مردم تا چه اندازه با سواد هستند این قریب 2 پکله نگذشت نخو که در 33 سال تو همه مردم کم با سواد نکنی حالا نگاه کنید 33 سال کم نیست 33 سال نیمی عمری یک انسان و یک جوان رو 33 ساله کرده است حکومت ایران را یک جوان 33 ساله شده است حالا یک فرض کردیم یک مرد 60 ساله فرزند 40 ساله اش مثلا گریم در مهاجرت است نبیره 18 ساله 19 ساله اش هم در مهاجرت است و حالا ایبیره اش هم در همونجا ها زندگی کرده گشته است درست تقریبا مثلا نگاه کنید اگر پیشتر فقط فرض کردیم مردها میرفتن روسیه گشته میمدن حاضر پیران 80 ساله 85 ساله هم در همون چهاردیوال‌های کتک‌های یعنی بلند آشیانه یا سر آشیانه روسیه درماندن در روسیه هستند چون که فرزندان 2 سال 3 سال بشود نمی بیاین شرایط نیست در تاجیکستان اومد رفت در تاجیکستان فلان قدر مبلغ مصرف کردن لازم است اکثریت مجبور شده است که همین پیرانسالان هم گرفته بر روسیه برن
الان رو شما نگاه کنید جای نگرانی چی است؟ چرا ما این برنامه میکنیم و موضوع رو میگذاریم درباره مخاطب؟ برای آنکه تماشاگران عزیز نگاه کنید، یک ملت وقتی که سریخانه تاجیکستان رو ترک میکند بر روسیه میبوید. در روسیه دیده شدیم که شب و روز تاجیک در رنج کلفت است. جای کارش را میروند، میزنند، میکوبند. حالا همینجا یک نوار را همراه ببینید. حاضر یک دقیقه دوستان عزیز، یک نوار را همراه میبینیم از به شکلی بگویم از رادیو آزادی است. بعد اخبار تاجیکستان منه پلیس روسیه در پی یک رید در 2 قهوه‌خانه کراسنویارسک حدود 40 مهاجر را بازداشت کرده است. به 18 نفر آنها که به اطلاع مقامات این شهر قاعده شکنی کرده اند خطری رانده شدن از روسیه تهدید می‌کند. این شب و روز در اکثر گوشه‌های روسیه عملیات علیه مهاجران ادامه دارد. آنها را در خوابگاه، آشخانه و محل کارشان جستجو و تفتیش می‌کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهد. همه سندهای خود را گرفته برآیید، اینجا بیایید، زودتر، خیلی زودتر. پلیس و نیروهای تعیناتی ویژه روسیه در جستجوی مهاجران به یک انبار شهر سمر درآمدند. در این رید که روز 20 اکتبر صورت گرفت، 14 حالت قانونشکنی از سوی مهاجران آشکار شده است. ریاست کارهای داخلی در سمر با نشر نوار در این باره خبر داد و گفت 5 مهاجر برای ویران کردن قاعده‌های ورود و بود و باش در روسیه خارج کرده شدند. این مهاجران بازداشت شدند. مقامات روسیه حالا در خبرها شهروندی کدام کشور بودن مهاجران رانده شده را آشکار نمی‌کنند. اما یک مهاجر تاجیک از سمر نوشت این رید در انبار شرکت پیتیورچکا صورت گرفته است و آنجا اکثرا تاجیکان کار می‌کنند. به گفته وی تقریباً 10 شهروند تاجیکستان را خارج کردند. مهاجران در شهر و ولایت‌های دیگری روسیه هم حالا عین همین حال را دارند. عملیات نیلیگال 2024 در این کشور ادامه دارد. مقامات روسیه پیوسته از بازداشت و رانده شدن مهاجران خبر می‌دهند. اخیراً در نتیجه یک رید در جمهوری ادیگه هم 200 مهاجر به قاعده شکنی ایبدار شدند. پلیس این منطقه از آغاز ماه اکتبر برای تفتیش و جستجوی به محل کار و زندگی مهاجران رفتند. آنها خبر دادند که 100 مهاجر قاعده ورود به روسیه را ویران کرده است و 40 نفر دیگر حق ورود به کشور را نخواهند داشت. نظر خود مهاجران معلوم نیست، اما اکثر آنهایی که در روسیه کار و زندگی دارند میگویند حالا به سبب و با وجود درست بودن سندهای بود و باش هم مهاجران از روسیه رانده میشوند. در نیم سال اخیر قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه اخراج شدند. این آمار را که خیلی بیشتر از سالهای پیش است، سامانه وجنی استوری بعدی آموزش معلومات دادگاه‌های روسیه پخش کرده است. به نوشته وجنی استوری بیشتر شهروندان خارجی برای ویران کردن قاعده ورود به روسیه، نقض قانون‌های بود و باش و فعالیت کاری غیر قانونی رانده شدند. در نیمه اول سال روان برای این نمود قانونشکنی‌ها قریب 100,000 پرونده باز شده است، نوشته است منبع. همچنین طی این مدت جریمه مهاجران هم بیشتر شده است. در 6 ماه مهاجران 590 میلیون روبل جریمه سپردند که این برابر بر نشانداد یک سال پیش است. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند در نیمه اول سال روان زیاده از 17,000 شهروند کشور از روسیه رانده شدند. ببینید تماشاگران عزیز، فرق نداره خیلی که اینجا برادر ذکر کردن، فرق نداره تو کی هستی، کارگری هستی که مثلا گریم یک برادر به نام غرب گفتم من چندین رستوران داشتم، توچکی شاورما داشتم، اینها همه کارگر طلب میکنند. یک تا دو تا کارگر باید لازم باشد. اگر 10 تا نقطه
اگر شاورما داشته باشن 20 کارگر رو تامین میکنن. این 20 کارگر به جای کار تامین میشود، یک انداز میسپارد، دو خودی این صاحبکاری انفرادی انداز میسپارد، سه اگر مثلا گریم محصولات خام خریدنش رو هم حساب کنیم، محصولات خام گوشت میخرد، پریپرات میخرد، مثلا برق استحصال میکند، پول برق میدهد، گاز استعمال میکند، پول گاز میدهد. همین مبلغ بر روسیه است. همین مبلغ بر روسیه است. یک روس رو بیار که همین کار رو کرده نمیتونه. من خودم چند سال در روسیه تجارت کرده هستم. می آوردیم کارچکه پریبرات میکنیم، پیاز، سبزی، می رفتیم از 100 کیلومتر دورتر شهر همون لبلدو، کپوسته، همین ها رو برخوک می دادن. فراست تجارت نداشت. وقتی که ما با کماسا بور کرده، با فوره ها زیر کرده می آوردیم در شهر، با آبتویکا می فروختیم، با تجارانی که یک لخت می گرفتن. کم کم رفته چشم رویشون شده. اما با وجود همین ها رو کار می فرمودیم. در یک سکلت من 5-10 روز، یعنی که روز از صبح تا شام کارتوشکه مثلا گفته روز ها جدا میکرد، کلونش رو از خوردش، نیم پوسیدهش رو جدا میکرد. و حالا هم تاجیکان همین طور هستند. در بعضی ساحه ها خیلی پیشرفته هستند، چون مردم مهنت دوست است، مهنت رو دوست می‌دارد و شب و روز کار میکند، هم خودش کار میکند، هم مردم روس رو با جای کار تامین میکند. این به آنها معقول نیست، غششان میگوید درست. اما شما نگاه کنید، همین شب روزها در اروپا کارگر نمیرسد. فضای مهاجر بدبینی در همین اروپا هم هست. فرق بین اروپا و روسیه در چیست؟ یک پیش از همین مسئله رو ذکر کردن باید بگویم تماشاگران عزیز که گوجا نرویم ما مهاجریم. بجز همین تاجیکستان، بجز همین وطن خودمان، گوجا نرویم ما مهاجریم. وطن ما نیست. ما غریبیم. در اونجا مسافریم، کسی بیگانه ایم. و ما هیچ خیل خواهد مناسبت. در اروپا هم مهاجر هستیم. لیکن فرق روسیه از اروپا در چیست؟ در روسیه هرچند مهاجر بدبینی وجود دارد، لیکن مردم تابع قانون، مردم تابع قانون است. برای همین وقتی که قانون پشتیبانی مهاجر است، مردم مناسبتی بد کرده نمیتوند با مهاجر. هرچند در دلش شاید بد بیند، شاید بگوید اینا جای مرا تنگ کرده ایستاده است. اگر شما نگاه کنید که یک مهاجری که به اروپا میبیاید، تا اینتگراسیون شدنش، یعنی تا ادغام شدنش، قانونها رو آموختنش، اوسبیلدون کردنش، یعنی یگان کسب رو آموختنش، دولت کمک میکنه رو. به زندگیش نگاه میکنه، زندگیش رو تامین میکنه، خورد و خوراکش رو، یعنی زندگیش رو تامین میکنه، یعنی به طور احسن تامین میکنه، تا اینکه تو زبان رو بیاموزی، کسب رو بیاموزی و وارد کار شوی. برای کار، یعنی برای یک کارگر شدن، تو 1 سال 2 سال اینجا در اروپا تو رو آماده میکنه دولت. بی پول کسب میاموزند، بی پول زبان میاموزند. در روسیه چی؟ در روسیه سرتیفیکت دانستن زبان روسی پولکی است. یگان کسب میخونم گویی پولکی است. پتنت از روی زو اومدنت پولکی است. با خونه باید خودت پول بدهی. همین بالای همین باز مهاجر بدبینی
یکون قانون آن اداره نمیکند مردم رو، یکون قانون پیش روی چی رو نمیگیرد، مهاجر بدبینی رو نمیگیرد. یک نفر از واتساپ زنگ زدن. الو، سلام علیکم و رحمت الله. الو گپ زنید. بله در استودیو هستید، گپ زنید. چی گفتم من یک داری شما یکم برای شما علاقه میبرم با شما این کبیری اکثر سوال داشتم خصوص که نیستم و یک سوال خصوص شما را بکنم. بفرمایید. در مسئله خیتویزت شدن تاجیکستان چی گفتن یاد داره؟ نظری براتون سمیخوید برادر عزیز؟ بله. نظری من این است که برادر عزیز، اولش اینکه تاجیکستان همچون یک کشوری آزاد میتواند که با همه کشورها رابطه حسنه، یعنی مناسبت حسنه داشته باشد، مناسبت تجاری داشته باشد، مناسبت دیپلماتی داشته باشد، یعنی اقتصادی سیاسی داشته باشد. اما تاجیکستان باید به یگان کشور دنیا حق ندهد که مستقلیت سیاسی تاجیکستان را کشورهای همسایه زیر سوال برند، یعنی بایدش فشار بیارند. تاجیکستان راههای دیپلماتی را باید پیدا کند، با زبان سیاسی گفتگوهای را به راه ماند که هیچ یک کشور به خودش حق ندهد بالای تاجیکستان فشار بیارد، گفت شما خیتویزت شود یا روسیزت شود. حالا ببینید، یک کارشناس تاجیک که در حکومت سالهای زیاد کار کرده است، به نظرم همین که بود، همین سیفالله سفر بود، گفته بود که در تاجیکستان ابرقدرت ها ما رو نمیمونند، زوادهای یعنی کارخانه های بزرگ براه مانیم، کارخانه های بزرگ به کار درآوریم، نمیمونند ابرقدرت ها. یعنی چی؟ باید کارخانه های بزرگ در تاجیکستان ساخته نشوند. مکسیمال کارخانه ساخته میشدگی کارخانه بافندگی، رساندگی، دوزندگی، همین طور است. وگرنه تاجیکستان متال استخراج میکند، بله، تیلو استخراج میکند، بله، پخته استخراج میکند، بله، سرمه استخراج میکند، بله، سیماب استخراج میکند، بله، الومینی استخراج میکند، بله، همین اشیاء خام است. یعنی در خودش کارکرد کردن به حقش نیست تاجیکستان. به همین حکومت امروزی تاجیکستان راضی شده است، تن داده است و تمام دارایی ملت خامدران می شود. خامدران، همین کلمه ما اشکی ها استفاده میبریم. خامدران یعنی همین نپخته میخوری که یک چیزه. همین خیلی است. مثلا گویم زردالو نپخته غوره خورده تمام میکنی، یا اینکه سیب نپخته خام همون از همون معدچه بودنش خوردن سر میکنی، تو میپزد که همشه خورده میشوی. در تاجیکستان تمام ثروت های طبیعی تاجیکستان همین خیلی خامدران میشود. پخته زیاده از 70%ش به خارج همچنین اشیاء خام فرستاده میشود. الومینی هم همین خیلی پچکه میکنن میفرستونن. اقلا ما همین ورق آشخانه برای استفاده آشخانه همین ورق الومینی استحصال نمی کنیم در تاجیکستان با داشتن زواد بزرگی الومینی. چرا من این چیزها رو در باره خیتویزت میگویم؟ برای اون که شما تصور کنید خیتوی سیاست های رو پیش برده شده است که حکومت تاجیکستان
به این اجازه میدهد مثل این که واقعا زبان کوتاهی خطای است، نه جای ترس و هراس و مثلا خطای این 1 میلیارد اهالی دارد، همطور مردمش راه رفته گذارد تاجیکستان یعنی به خاک یکسان می شود، مثل این گپا زیادن. لیکن نه، خطای به هیچ یک کشور دنیا از جهت حربی یعنی از جهت جنگ یا که حربی قدرت نمایی نکرده ایستاده است. اگر اهمیت داده باشد به یگان کشور دنیا، حتی به امریکا، به روسیه، به یگان کشور دنیا از جهت حربی قدرت نمایی نمی کند، هم فقط از جهت اقتصادی و از جهت سیاسی. و خطای بیشتر کوشش میکند که حکومت‌ها را، کشورها را زبان کوتاه کند و آهسته آهسته با همین راه غصب کند کشورها را. و بدبختانه، شوربختانه، متاسفانه حکومت جمهوری تاجیکستان امروز دارد کم کم تاجیکستان را به خطای فروخته خورده ایستاده است. حکومت بعدی، حکومتی که بعد امام علی رحمان، حکومتی که بعد انامین کماند همین روزه به سر قدرت میباید، باید پیش راهی این را بگیرد. به نظر من اقتصادون نیستم، به نظر من پیش راهی گرفتن پیش راهی این کارها چی است؟ راضی کناندن خطای به این که فرض کردیم خطای به تاجیکستان قرض میدهد، شما تصور کنید که تاجیکستان قرضدار میماند، لیکن همون پول برگشته به خطای میبرود، به همین چیزها راه ندهد. یعنی زبان کوتاهی را تاجیکستان بس کند و تمام مناسبت هایش را با ابرقدرت ها، با کشورهای همسایه در چهارچوب آن به راه ماند که استقلالت کشور زیر سوال نرود، دارایی کشور تاراج نشود. انا همین سیاست را باید تاجیکستان به راه ماند. حالا من یک چیز دیگر رو ذکر کنم. خطای به تاجیکستان قرض میدهد، تاجیکستان قرضدار میماند، لیکن پولش رو گرانده میگیرد. چه خیلی استروی متریال رو اگر یگان انشاءات رو بنا کرد خطای، تمام استروی متریال یعنی مصالح ساختمان از خطای آورده می شود، پولش رو از روی قرضی گرفتگیش تاجیکستان میدهد به خطای میدهد. کارگران از خطای آورده می شوند، پولی که قرض داده بود خطای من این کارخانه یا که این انشاءات رو میسازه گفته، خطای ها میسازند، پول معاش رو میگیرن، به خطای گرفته میروند. پول میباید به تاجیکستان، خطای گرانده گرفته میبرود، تاجیکستان قرضدار میماند. راه‌های هم ساخته شدگی است توسط خطای انامین خیلی ساخته شدگی است. چندین انشاءات ها انا همین طور ساخته شدگی است. چندین کارهایی که در تاجیکستان میشود انا همین خیلی ساخته شدگی است. زوادهای طلا، حاضر در زوادهای طلا تاجیکستان قرضدار است، برای قرضش تاجیکستان زوادهای یعنی کانهای طلا را به خطای دادگی است. در او کانهای طلا خطایی ها کار میکنند، معاش را میگیرند، به خطای گرفته میبروند. برای همین این چی است؟ این زبان کوتاهی انامین حکومت امروز است برای بقای قدرتش، یعنی در سر قدرت ماند. در سر قدرت ماند حکومت امروزه چی میگیرد؟ فقط انا همین اویل شکمش سر میایستد، تمام دیگه هیچ چی منفعت نیست برای تاجیکستان. همین یک اویل شکمش سر میایستد، تنش پوشیده میایستد و یعنی دورایی همش برای یک اویل حفظ میشود، ملت گدا میشود، ملت به قرض میغوتد تا کودک تولد شدگی در شکم مادرش بودگی قرضدار میشود. برای همین پیش روی این باید گرفته شود. همین گفتی برادر خطای ذات سه انا همین است. پس حضور
بیچاره توجیک زنش رو، خواهرش رو، دخترش رو به تاجیکستان پرتافته بر روسیه کارکنی اومده است. در اونجا خطایی میبیاد، زنی تاجیک زنی خودش میکند، دختر تاجیک زنی خودش میکند، خواهر تاجیک زنی خودش میکند. همین است خطویزاسیه. بعد از چند سال میبینید که یزنهای خطایی پر شده رفتن در کوچه ها، مرد شوید در بارشون گپ زن. نیمت شهروندی تاجیکستان. این استراتژی است. بعد از 50 سال 60 سال یا 80 سال میبینی که یزنها الکی حق پیدا کردن که تاجیکستان رو خطای بگویند. اکا شوکت برادر شوکت لبای من یاد کلمه اگه بگم بعد ببرم. بفرمایید. خب همه وقتی که پرزیدنت تعیین میشه طرف مردم با یک گویاه با گفته خودش که در نخونک تعیین میشه، مثلا انتخاب میشه، همون قسمی که میخوره مثال هوا چی لازم است که مثال پایبند نیست به همون قسم های خوردگی. مثال مادر شیرش سفید مادرش دوجا شرمنده میکنه. خب قرآن اینجا خودش قسم به خدا قسم میخوره به آب و نان و نمک تاجیکستان. مثلا همین چی در کاره همین آدم خودش مثال یه باره شرمنده کرده که همین کفیل هر یک شهروند حق حقوق قسم خوردی، به شیر سفید مادر قسم خوردی، میدونستی که از عهدهش نمیبروی، میدونستی که همین شیر سفید مادر تا تو مثال آقی مادر میشه وقتی که قسم میخوری، آقی وطن میشه، آقی والدین میشه، آقی خدا میشه. برای چی؟ برای چی همین قسم هم میخوری؟ نمیشه هم قسم هم نخوری. مثال برادر همین برادر عزیز یک فاحشه رو اگر گویی تو فاحشه ای 1000 قسم میخورد که فاحشه نیست. میگو امام علی رحمه فاحشه یک فاحشه سیاسی است. خونش بد نمیسوخت. یک فاحشه سیاسی است. از این بیشتر نیست. این فاحشه های سیاسی بدترین فاحشه ها همین فاحشه های سیاسی هستند. 1000 قسم میخورند. همین فاحشه ها اگر همین در سر همین کارش نقپی 1000 قسم میخورد. در سر همین چی هم قپی نه این امک بچیم است، تقای بچیم است، این خیش مادرم است، خیش پدرم است میگوید تا همین زور نبیاید یکون نوار پواره براش گرفته بردنشون نتی. شما گفتنی هستی که همون شیر سفیدی که قسم خور شیر سفید مادرش یا که عموما مادرش به وای ارزش نیست، با مادرش هیچ ارزش قائل نیست. همین وطن همین مادر است، وطن هم مادر است. اگر امام علی رحمه شیر سفید مادرش رو میدونست و قدر شیر سفید مادر رو میدونست و مادر چی است قدرش رو میدونست، امام علی رحمه وطن رو احترام میکرد. همین وطن هم مادر است. وطن تیر مادر هر دو یکی است. اینجا معلوم است که وطن رو اینجا معلوم است که وطن رو وای هیچگاه حرمت نمیکنه. مثال برای منفعت ملت نمیکنه. زمیناش فرو نکی هیکل مادرش که ماند شب و روز برای قرطاب آلوچگی مادرش، برای قرطاب اوقاتهای طعامهای پخته شده مادرش قسم وای میکنه که تذکر میده که مادرم اینطور. چی بود برادر؟ از من محمد. برادر محمد او یگان به همین هیکل های مادرش یگان تین صرف نکرده است، یگان سنگ نمانده است، یگان چی بلغه نزده است برای سنگ همون هیکل های مادرش. او چوپلوسون کردگی هستند. برای دلش را به دست آوردن. فکر میکنن که مادرش را حرمت میکند، مادرش را احترام میکند، مادرش را گرامی میدارد. شخصی که مادرش را گرامی میدارد وطنش را گرامی میدارد. شخصی که وطنش را گرامی میدارد 33 سال در قبضه خود حکومت را داشته نمی ایستد. او به این خلاصه میگوید که کسی که وطنش را احترام میکند، کسی که خائن نیست، میگوید که این وطن مثل من صدها
نخبه دارد، صدها شخصی ورزیده دارد، صدها شخصی ارزنده دارد. اگر مثل من و بهتر از من، ده ها برابر من بهتر از من، اگر این وطن مهارتی فرزندان مهارت اداره کردن دولت نداشته باشند، این وطن محکوم به مرگ است. این ملت نیست. من با همین در سر منصب استودنم، قبضه کرده استودنم، با سوء استفاده از منصب من همین وطن ملت داشتن چرا زیر سوال بردگی هستم؟ یعنی ملت نیست گفتگی هستم. این چی گفتنی گپ است؟ این گفتنی یعنی گپ است گفتنی یعنی با مصیبتش که 33 سال باز تمامی نخبه های کشور را، تمام شخصیان ورزیده کشور و سیاستمداران کشور را نادیده میگیرد و با آنها حق نمیدهد که یک بار قدرتشان را بسنجند، دانششان را بسنجند، ملکه و مهارتشان را در رهبری بسنجند، با آنها حق نمیدهد. این خیانت است، این خائنی است، این یک صد برای پیشرفت ملت است. یک جوانی که تولد شده بود امام علی رحمان رهبر بود، رئیس جمهور بود، حاضر 33 ساله شده است، حالا هم امام علی رحمان رئیس جمهور است، هیچی نواگیری نمیبیند. یک آدم 5 سال 6 سال است 10 سال است رئیس کوهرش به آخر میرسد، تمامی در اما خروجینش بدگی، در فراستش، در عقلش بدگی، در ذکاوتش بدگی به آخر میرسد، دیگه خودش رو کشد هم پیش برده نمیتواند وطنه. از همین پیش رفت کی پیشی رو داشته ایستاده است؟ امام علی رحمان. یعنی خائنی، سردار خائن ها در تاجیکستان همین امام علی رحمان است و دومروانش خائن ها هستند. خائن ها همین ها هستند. اکا شوکت بله. از اینکه سخنهای شما هم خیلی فهمیدم اشاره که هرچی مقدسات شد، همه مقدسات شد زیر پا گذاشته فقط برای حفظ قدرت. همین طور. بله یگان مقدسات امام علی رحمان همین مقدسات ندارد که همین روز دوچار شده گستی. میگو هیچ مقدسات هم نداره او در وجودش دیگه نمونده هیچ. نفر پدر به خطا در سر قدرت است. اگر یگان همین آدم فرض کردیم تصور کنید که همین سرش دست پدرش سیلش دیدگی می بود، با کیفتش یک دو سه بار پدرش همین که کرد زدگی می بود، این مردک موزیک میشد. یعنی مردک میشد. جسارتی مردانه پیدا میکرد که بگوید که از من بهترها هستن، من جو رو به اینها خالی کنم. جسارتی مردانگی ندارد این. همین برای چی؟ برای که همین یک بار سرش شاید پدرش سیله نکردگی باشد، با کیفتش یک بار پدرش همین خیلی پدروار نزدگی باشد. یعنی مردانگی دیدگی نیست این آدم. بچه کمپیر به دست داشت. من خود در امان خدا باشی برادر، برای کار موفقیت. حالا نفر که دادید یک نفر از استودیو گوش کنیم، عبدالله، بعد شما رو در واتساپ باز گپاتون رو گوش میکنیم. خب عبدالله بفرمایید. میکروفونتون رو فعال کنید. عبدالله گپ بزنید. میکروفونتون کشتگی است. عبدالله میکروفونتون رو فعال کرده نتونستید. نفری که در واتساپ خودت چیزی بگید بفرمایید. عبدالله دوباره وارد شوید، شما میکروفونتون کار نکرد. میتونم صحبت کنم؟ گپ بزنید. ما همین استاد موجین کبیره بسیار حرمت میکنیم. مقصد برای چی؟ وقتی مقصد پرزیدنت که آینده دیدنش میخواهیم، بسیار صحبت ها و مقصد سوادناکی و عقل و فراست بسیار بلند دارد و در همین با میگرده هم مسئله فیتوریزت سیستم، راه های نجات و راه های پیشگیری کردن از همین در همین مسئله ها و پیمان ملی جمهوری تاجیکستان یگان مقصد چی دارد؟ یگان چه بگیم در همین مسئله یگان فکرانی و مسئله یگان پیشنیات ها و یگان چی دارد پیمان ملی تاجیکستان؟
برادر عزیز، تا اونجایی که من خبر دارم پیمان ملی تاجیکستان برنامه‌های خودش را دارد درباره سیاست خارجی، سیاست داخلی، یعنی سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی، درباره همین برنامه‌های خودش را دارد پیمان ملی تاجیکستان. لیکن یک چیز رو بگویم تماشاگران عزیز، مردم محترم و هموطنان گرامی مردم تاجیکستان، اگر همین مردم اراده سیاسی اداره حکومت را همین مردم تاجیکستان نداشته باشد، نه پیمان ملی تاجیکستان، نه امام علی رحمان، نه دیگرش، نه وطندارش، نه یگان تاش به یگان کلان دسته نمی شود. یگان تاش به یگان کلان دسته نمی شود. و اساساً چی باید کرد؟ اساساً باید مردم این اراده رو پیدا کند که حکومت رو به دستش میگیرد، به هیچ کس نمیدهد. پیمان ملی تاجیکستان آمد، پیمان ملی تاجیکستان رو یعنی حکومتش رو مردم اداره میکند، انتخابات ها رو مردم میگذراند، شفاف میگذراند، مردم نظارت میکند. در این حالت هیچ کس دیکتاتور شده نمیتونه. اما در همین شرایط، همین روزی که ما داریم، ما هستیم، دلخواه کس به موحدین کبیری میبیاید دیکتاتور میشود، دیگرش میبیاید دیکتاتور میشود، همین امام علی رحمان دیگر میشود. این امام علی رحمان مرد، یگان بلا گرفتار شد، یگان جا گورو چوبش کردیم، به جای یک نفر دیگر آمد همین حالت امام علی رحمان یعنی تکرار میشود. برای همین پیمان ملی تاجیکستان چی میگه؟ حالا ما سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان نیستم، شاید سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان برنامه ما رو تماشا کرده استفاده باشن، وارد شوند در این باره گپ زنم، به سوالش جواب بدم. یکی چیزی که من میدونم این است که پیمان ملی تاجیکستان بر این است که در حکومت آینده باید حکومت مردمی باشد، مردم سالار باشد، شایسته سالار باشد و موحدین کبیری است، کسی دیگر است، مردم باید انتخاب کند. یگانه برنامه اساسی پیمان ملی تاجیکستان تا اونجایی که من میدونم همین است. یعنی هرچند قدرت گرفته می شود، یعنی اگر با راه‌های قانونی یا راه‌های دیگر، چاره‌های دیگر این حکومت غدار، این حکومت ظالم امروزه اگر یک طرفه کرده شد، پیمان ملی تاجیکستان برای این است که حتما بعد از حکومت امروزه حکومت مردمی سر قدرت می‌باید با راه شایسته سالاری و با راه مردم سالاری. سلامت باشید برادر عزیز. عبدالله بفرمایید، میکروفونتون رو فعال کنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که اخیر شوقت خوب هستی، بخیر هستی. زنده باشید. در مسئله مهاجرای روسیه بدگی یک دسته سخن صحبت میکنم. بفرمایید. مقصد سال 2012 یا 13 خودم مهاجرت رفتم. یکم کورس بدم، بعد رفتم. تابستون رفتم، خلاصه که کار کردم 3-4 ماه. بعد دپورت شدم اونجا. وقتی دپورت 3 سال دپورت میکردن، من همون سودا گفتم که من پاجیزنی دپورت کنم. پاجیزنی شما پاجیزنی دپورت شد؟ ولی من شنیدم که برای 100 سال دپورت شدگی هستن. من نکنم. سودیا حیران شد، اوگالامنیکاش هم خیلی گفتم مردم سو میتیان که دپورت نشوند. 30,000 تو میگوی که من از پاجیزنی دپورت می، برای چی خیلی میگو؟ گفتم آخه همین زندگی که در این روسیه است، همین برخورد که با هم مهاجرون میکنه شما با هم ملت همین غیر همین مثال خودتون این گفتم این невозможно در اینجا زندگی کار من 18 ساله بودم. 18 ساله گفتم دیگه همینجا به فکر نمیام. این همین گوش ما کشیدم، من همونجا برآمدم. یک نقطه بس است اگر شعور است.
همین ملت ما آخه اکای شوکت خود همونجا بدگی اولی وقتی تو بدگی سوستر بود یک مقصد ازدواجی یک ظلموی بر سر همین ملت توجیک میکنن که با الله قسم انسان اگر که خیلی انسان کنی کو مخه انسان دیگه به همونجا نمیره نه که با ملت ما میروند سه و تویتون میشینه با همه اینا رو فراموش میکنه با گشته میره روسیه من همین نمیفهمم که برای چی همین ملت در همین خیلی زندگی در استرویکا خواه میبره در واگن خواه میبره جای خواه نداره دوش نیست بانیا او جای آبازی نداره جای خوردن نداره جای خوکی نداره نه که میره و عبرت نبود با همون جا میره با همون روسیه میره من همیشه نمیفهمم که برای چی همین ملت همه ظلم همه ستم همه پستی را همه چیز طاقت میکنه از زندگی رنگی امی خیلی زندگی در روی دنیا نیست من ندیدم من خیلی الحمدلله مقصد نمی دنیا رو رفته استم دیده استم امی خیلی زندگی را من ندیدم در یگان جو که خیلی توجیک زندگی در روسیه میکنم من 10 سال خودم در استرویکا خواب کردگیم در جای خواب نداشتم جای خودم نداشتم امی خیلی برآمدم گفتم که اگه من امی گشنگی را بمرم خواجگی ما گشنگی را بمرم دیگه راسته نمیرم آخه هر یک آدم وقت قدر کنه حرمت خودش بدونه بعد ما میگیم وینوات پوتین وینوات خیلی ویا ماستم پدرالتو حوال بود آدم خودش حرمت کنه سر لباس اقلا امین خیلی رفت مهاجرت مایلش بری خیلی بری کار کنی نه که اقلا امین لباسات نه بار ده هفته بار بشوی اقلا سراتون بشوی یا بار اقلا ما خطی بعضی مردم زندگی کردن نه روسیه اگه با خدا چی نمی‌دونم تنقید نمی‌دونم شامی آیا با همون لباس خوب میره در جای خوبش سحر میخیزه با کار با همون لباس میره وقتی بدتر بد نبینن کی را بد بینن یعنی به نظر شما از کدامون میگذرد بله ای که شوکت با نام الله قسم میخورم ما در یک خانه خواب کردم خیلی من ایوانجم من همین چند سالی در اونجا بدگیم خطی و انجام مقصد زندگی میکنم کار میکنم خطی مردم خدمونه که یک دم ما ای خانه برام آمدم همین خانه بدگی همین خیلی شرایط شد که من یک خانه دیگه رفتم یک کوارتر خطی مردم بیگانه زندگی کردم با خدا قسم در یک خانه 12 کس خوابن رنگی همین خیلی لذت خوابن سرش نمیشوه پاچکش نمیشوه میای کار آخه با من بعد میگه که بیگه در جای خواب میگه که ما رو در مشروطه یا که در اتوبوس بیزم نگاه میکنن آخه من میگفت می بچه شما آخه سرت یا بار بشوی آخه همین لباستا بشوی بار تر برای چی من بیزم نگاه نمینن تر نگاه میکنن من نه همین خیلی نصیحت شو میکنم بچه یوش بی مایده بین خیلی 18 ساله 20 ساله بدم مقصد نصیحت شو میکنم بچه نکنی همین تازه باشه فقط تازه باشه روسیه نمیدونی خلاص سر رو تا بشوی بار تازه کن اگر که به همین اتوبوس میشینی در ایستگاه میستی مترو میشینی تراموای میشینی با همین لباسای تاجیکستان میآیند با لباسای تاجیکستان میآیند با الله قسم میشم با چیز میسر میدگیم ای تاجیکستان با همون لباس اومد چند ماه کار کرد چند سال کار کرد یک سال بعد 2 سال بعد با همون لباس با تاجیکستان رفت ای بچه تا یک بار خط حرمت کن 5000 6000 10000 اسعار کن لباس پوش تازه ملیسا میگه که ملیسا روسیه میگه که شما مثال من میکنه خیلی مردم میوانج رنگ مردمی مثال چچن و داغستان رنگ مینویم وقتی ما رو من میکنه من کم کردم اونجا بعد میگفتم که برای شما توجیکا رو مثال اگه جو فرق میکنه توجیک با کافکاز مثال با دیگر همین چچن و داغستانی میگفت که ایسر لباساتون با خدا قسم ملیسا میگفت که ایسر لباساتون آدمای کافکاز کراسوفکی آدیداس میپوشن شما سکچه میره میپوشه نموید چی نام داره جا ارزان میخرن همونجا کافکاز میگفت که سپارتیکاش آدیداس های شما ای بازار تیوپلیستان تیوپلیستان سر لباس تازه بپوش بگرد بخدا یگان کس منت نمیخواید من میکنم میشه و این کار هزار است منت میکنن نه که همین خط حوال ملت تاجیک خش حرمت نه یکمش دومش که تاجیک دیگه باز روسیه کار نروه این دنیا کشاده این دنیا کلانه این فقط روسیه نیست همین دنیا فقط روسیه نیست همین ملت یاز گوش کرده همین جای دنیا فقط روسیه نیست من از روسیه برآمدم چند سال شد برآمدم از روسیه
این از زندگی من اگه شما مهاجر بدم در روسیه کار میکردم استرویکا کار میکردم این من در روسیه برآمدم چند دولت ها رفتم این من زندگی من 360 گرادوس گشتگی است 360 گرادوس 80 نه 360 گرادوس همین روسایی که حاضر مرا میبینند در همین تریتوریو میگم که یا تاجیک باور نمیکنن میگه که خیلی میگم همین خیلی با انگلیسی هم خیلی گپ میزنم با ترکی هم خیلی با عربی هم خیلی گپ میزنم این ملت ما به قصراکر قپی تمام همجا ایستاد همش ارماتورچیک شکاتورچیک برو روسیه برو اخی اما که محمد گپ زد درست میگه همه 20 میلیون دامی روسیه کو تاجیک اگر کی همین خیر روسیه را همش کیلوی کنه کو تاجیکو شما رو حرمت نمیکنن روسو شما چورکای شما نیکتوی شما رو یگان بار یگان جوده حرمت احترامتون نمیکنن این ما یک برادرتون میگه من تاجیک منم مسلمان من میفوره که تاجیک سرش بلند باشه سر مسلمان بلند باشه نه که من میدیدم خدمونه خیلی خدمونم گناهگار هستیم نه که همین خوبش که نره ولی من میگم بس جدا میگم که نره میگن که چیکار کنیم کار دیگه جا بیایم کار حکومت داره رحمانوف داره پیشوای ملت داره پدر ملت داره بره بشینه گپ زنی طلب کنی حق اونجا شغل اهالی داره بره بگو که ما کار نمیکنیم سومی بیکارگی نه من کار مرا تامین کنی یا که پولم تیه این همین دولت ها زرق ما اینجا زندگی میکنیم کسی کار نمیکنه سومش میتیم بله من نمیفهمی تاجیک خیلی اینا یک برادر تاجیک یک مسلمان میگم تو که مقصد دیگه نری روسیه بچه ای بای بخدا قسم ای بای همین یک بار بچه من یک بار همین رفتم همین حالا دیگه نرفتم بس تمام نره این زندگی کشاده این دنیا کشاده کلان این دنیا اینا میگم بخدا قسم من خدا حیرون میگم و که وقتی میبینم مقصد ترپت میکنن میزننشون مثال من جای کار میکردم جای تعریف نیست دایرکتوری همون مثال فیرما به دایرکتوری کارخونه بود قطعی من دیگر خیلی گپ میزد قطعی ازبک و دیگر تاجیک و قرار دیگر خیلی برای من خدمت حرمت میکردم سر لباس خیلی گپ میزدم خدمت مثال پس نمیکردم برای یک سوم برای دو سوم سنی من داد زنم خراب کردم نه گناهگار هم بدم بنامی علاقه میشه گفته نمیتونستم خیلی مهاجران عزیز کوشش کنید که همین خیلی نسبت خود بی‌حرمتی کردن چه خیلی که برادر گفتن واقعا وجود دارد این رو بحث کنید حالا بعدم یک نقطه اگه میگم میبرم بفرمایید من ده همین چند جا تاجیکو کار کردم مقصد یا بزی به زبان عادی بگم برای بزی پایگاه همین ملت تاجیک با الله قسم میخورم که برای بزی پایگاه میکنن این به چه خیلی ما مثال میگم که ما دستانی باشیم سربلند باشیم آزاد باشیم برای بزی مسابقه ها و یا برای بزی مسابقه میکنن به خدا قسم یا دیگر یک نمود میفروشن که یعنی حیرون میشن میفهمه که همین دسته تاجیک کار کرده است بگم میره رامو دایرکتور یا که پررا میگه که شما نمیخلی کردی اوجا هیچ کس نبود کرومی توجیه همین برای بزی مسابقه میکنن همین التماس توجیه کو التماس تو میکنم همین کار نکنی التماس بچه برای 2 سوم 3 سوم 10,000 5,000 یادگارت نفروشی تو بزی میکنی او برای خطا پاس میکنی تو هیچ کس پاس نمی تو خطا پاس میکنی این همین التماس کارش خاطی یا خدت هم یعنی خدت هم خطا با گوش میکنن همین خبرشن که همین کار نکنن مقصد پناهتون برای سلامت باشه که سلامت باشه حالا درباره یک ملت‌های دیگر گپ میزنید درباره پیشرفتشون سلامت باشه برادر عزیز عبدالله وقتی گپ میزنی میگه آنها متحدند متحدی چی است متحدی این است که اگر از دستت بیاد کمک میکنی از دستت کمک نامد اصلا ضررت نمیرسونی متحدی همین است همین قدر کار تاجیک از دودش برآمدنش در کن تاجیک میرد از بالای تاجیک پسردگی میکند خانه ها و دوان گدگان بیزنسمن کلان کاتگی درد همین کاتگی از خونی تاجیک ماکیدن یک کانتر کلا زور کار میکند
هر یک کم اقلا مثل یک کارگرش گیرو همین توجیه راهنمایی کنه. نه 50% یک تا خودش میگیرد، 50% داتا کارگر. یک کار 1 میلیون باشد 500,000 یک تا خودش میگیرد پس ریتنیک، 500,000 دیگه 5 کس 10 کس 50,000 تقسیم میکنه. با کاتگی این دونو کو پس ریتنیک تگیش به ایستاده نمیشه. کاتگی دود آی دونو رفته گمزارون کردن تونستگی نمیگود که خیر همین انصاف کنم، همین پیش رود، همین توجیک پیش میره یا خیش تبارش برده که پیش رود، همین خیش تبارم پیش میره. یه چینه به یک کار درماند از من پول نمیپرسه. نه باز یک گیروش نمیفروشم. در تجارت ناکام شد حتما رقیبش فروختنش در کن. توجیک در تجارت گپ گریخت خیر گپ میگریزد. در تجارت گپ گریخت خورش زورشه حتما اپا افتوندنش در کار. همه کار میموند، تجارت میموند، سودای میموند، پیشرفت میموند، پول کار میموند، از پی اپا افتوندن رقیبش میشه. هر گپ گریخ نشد تونستی مرده که تجارت تا کشیده گیر یا که حقیقت رویونده گیر، لیکن حقیقت رویونده نتونستی مون یک پیشرفتگی اقلا در پیش رفتن ایستاد تو واقع یک روی دیگر یو همه وقتت برای اپا افتونده صرف میکنی. بینید توجیک انمی خیلی هنر دارد. توجیک خیلی نمی کند که مثلا گریم کشیده گرفتیم با روح دیگر پیش برآمده ثابت نمی کند که او کار میتوند دیگر مرده رفتگیش نه این باید همون رقیبش هم قطار خودش گدا کند. حالی تو من بچه روز انداختی من به تو هم نشون میدیم همین خلاص و اون نشون ده که چی خیلی پیش میروی، و اون نشون ده که چی خیلی پیشرفت میکنی، چی خیلی به زمین زدن رو نشون نده، چی خیلی بولو رفتن رو از او هم ثبت کردن رو نشون ده. در مردیکاری هم همه حتی در کوچه روبی توجیه کمونی ما همین خیلی هستند. برای همین حالا بسیاری باید نگیریم. همین مینیموم فایدت نمیرسد ضررت هم نرسون. اقلا کوشش کن کمک کنی جای کاری افتادی با پهلوت بگیری کار کنه تو راهش یافتنه. همین کار کرده نمیتونی اقلا ضرر نرسون. انا همین متحدی پایدارای متحدی همین از همین جا است. همین یک احوالش خبر بگیر. همه که امک بچه تقوی بچه خلا بچه السلام علیکم من نغزم تو هم امیدوارم که نغز خوب باشی. برای این پول نمیدهی ماکسیموم همین طریق اینترنت صرف میشد که به همین لیستوات کردن به روزش صرف میکنی. جوی همین خیشه تبورای حالا همین بخورو حکومت تاجیکستان و این زیبا فرستادگی است. تمام خیشه اقربایمون رو ترسوندگی است. یگان تاش زنگ نمیزند. ما خیلی برای اونها مشکل ایجاد نشود. محل ترسیده ایستادم گفته چی میکنیم؟ لیکن همین چی میگویم زور شدیم با آواز خیش تبارش بینیدم. خیش از همین فرصت استفاده برده در یادم بدگیش گویم خیش تبار میمرد میروید های تخواها خواهر دارید شما یکوها برادر دارید شما نمیکشد تون همین حکومت یک بار به دادر چکوی درستی نغز خوب بگویید
جیان خوبی نغز سازی گویی یا اپد خوبی سازی گویی نمیمیرد، این دنیا میگذرد. همینقدر دل گروده دارید که سیره رحم از یادتون برآمدگی است. در وقت جهالت سالهای اولی بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم جاهلان قریش آنها جاهل نبودن، آنها خیلی دانا بودن، دانشمند در بینشون بود. همین ابوجهل ابوالحکم بود، یعنی پدر دانشمندان، پدر دانایان، پدر حکیمان و لقبش پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوجهل کرد. اهل قریش او رو ابوالحکم میگفتن. اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با صحابگانشان به انزوا میفرستند، یعنی که از مکه بدرقه میکنند و دورتر از مکه به دیوار مکه قرار برآورده می نویسند. با اینها سلام علیک کردگی، احوال پرسی کردگی، داد و گرفت کردگی، تجارت کردگی رو جزا می دهیم، رفت و آمد کردگی رو جزا می دهیم، دختر دادگی و پسرش یا که دخترش رو کلی کردگی رو جزا می دهیم. مثل همین ها مخاوف رو می کنیم. گفته قرار برآورده بودند. اهل مکه در همین قدر زیر ظلم و استبداد تن نمی دادن، در شبهای تار می رفتن آنها را خبر می گرفتن. همین جاهلای مکه اجتبارشون در بین صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، می رفتن خبر می گرفتن، آبشون می بردن، غذایشون می بردن. اوی توجیکو همتتان اقلا رنگ جاهلای قریش برین شود، اقلا جاهلای 1400 سال پیش رنگ قریش برین. همتتان جسارتتان اقلا جسارت همین جاهلای قریش برین شود اقلا. توجیک چرا پیش نمی رود؟ چرا مهاجر رو در بدریم؟ چرا امروز سرخمون زبان کوتاهیم؟ چرا فرق سرمون زده ایستادند؟ در کن زده ایستادند؟ چرا؟ برای آن که مرو همین خیل از ترسان شکلی بزدلیمان سوء استفاده کرده ایستادند. یعنی مرو ترساندن نتیجه داده ایستاده است. ترساندن ترسیدیم، ترساندن نتیجه داد. تو آن حالت نتیجه داد که یک دختر مادرش رو سلام آچه سازی گفته نمیتوند. یک پدر به فرزندش سلام پسرم درستی گفته نمیتوند از ترس. یعنی ذلتی ملت تاجیک تو به همین پستی آمده رسیدگی است که یک ظالم، یک غدار، یک مستبد ملت را به چنین روز آورده رساندگی است که یک پدر نمیتواند با پسرش حال پرسی کند. چرا؟ میبرن زندانش میکنن، میبرن جزایش میدن، سرسانش میکنن، به امنیت دعوتش میکنن. از ترس همین، از ترس همین. ولی من چند کش تبار دارم، روزهای شده بود برایشون جانم فدا کردگی هستم، نه امنیت گفتگی هستم، نه ویم کمت گفتگی هستم، نه پلیس گفتگی هستم. برایشون میتونست میبرد قطار بچه هاشون رو هم میبرد محکم هم میکرد. لیکن اینها یک سلام نمیفرستونن. ایده فرستوندگی
مردگی و قبر خبر نه. پس تو مهاجر نشوی، تو در بدر نشوی، تو در کنت نخوری، تو فرق سرت شرط نخوری، کی خورد؟ اوی ترسونچک، بزدل، زن مجاز ها. همین برادر خیلی مرا احساسی کرد. این برادری که آخرین بار سخن کرد. تو خودت رو احترام نکنی، تو رو که احترام میکند؟ تو خودت رو احترام نکنی، به خودت احترام قائل نباشی، سرت رو تو خودت بالا نکنی، سر تو کراک یک از جاغت رفته میبردارد سرت رو. رنگی جانش برآمدگی به منع شما لطه سفید بستن لازم است. توی که سرتان بالا بیستد، جاغتان نافتد، سرتان پایین نشود. اوی ملت سرت بالا کن، به ظلم تن نده، به ظالم تن نده، به گپ ظالم حق خوب نگو، دست اکا نگو، زنگ نزن گفت زنگ زن، گپ نزن گفت گپ زن. تو رو خداوند آزاد آفریدگی، غلام آفریدگی نیست که گپ نزن گفت گپ نزنی، زنگ نزن گفت زنگ نزنی. همین نفرانی که ترسیده مردگی لرزدگی در پیش زن و دختر راتون خیلی خورا میکنه. شیشته در سر یک دسترخوان پی بزدلا. در پیش بچت، سرت، زنت، دخترت، نویرت، چویرت لرزیده. تلفن نکن گفت تلفن نمیکنی، زنگ نزن گفت زنگ نمیزنی، کلت خم کن گفت کلت خم میکنی. چی خیلی تو مرده که چی خیلی تو در همین سر یک دسترخوان نشسته به اهل عیالت چوی میخوری؟ شرم نه حیا نه. پردری کند زده لط میکند، میرد از جای کارت میبرد پلیس، دیوال میقاپوند، زد نواسطت رکم میماند. با تو پاکراش بینی با در همون جایی. او دوتا دیگه کن، مردگری از دست نتی، سربلندی از دست نتی. یک در یک جا خور شدی، زور شدی، بلای تن و خوری زوری تن نده. های مهاجر به خوری زوری تن نده. تو تن میدی بچه تن میدید، بچه تن داد نبیره تن میدید. پلیس میبرد همه تا قطار کرده، کیفتی یک گریت قپانده، رنگی چی میگود گمبوس همه تا نمی فکر میبرد. زنای مرد عرالش کرالش در دنبت میخوری، با میبروی با پکش در همون جایی، با در روسیه. های دیدی نشد با این تاخیر تن نده. برو سیرو فی الارض وابتغوا من فضل الله. سر کن در روی زمین، از فضل خدا طلب کن. نیست در اونجا. اوی توجیک، اوی مسلمان، بخاری تن نده. خداوند تو را آزاد آفریده است. خداوند سربلندی تو رو میخواهد. این تو هستی که در همین سرزیر زبون کوتاهی تن داده ای و نمیخوای حالت دیگر شود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
خداوند تغییر نمیدهد حالی قومی رو که تا اینکه اون قوم خودشون حال خودشون رو برای تغییر دادن کوشش نکنن. وی تاجیک در روسیه استوداد، تاجیکستان کشور جداگانه است. فکر میکند که با واتساپ به من گپ زند، گپش تاجیکستان میشنود. پاندی او اقلا در روسیه استوداد سیلی رحم بجا بیار. تاجیکستان روسیه نمیفهمد گپت. در روسیه میستد با من با واتساپ گپ زدن میترسد. از تاجیکستان اینقدر همین حکومت تاجیکستان بزرگ است. تو در روسیه با واتساپ با من گپ زنی تاجیکستان میفهمد. تاجیکستان میری 2 ساعت پیش از پرواز تلفونت اچیسکه کن فرمتی رو وقت زن تمام ادا کسی برفتی یا همین واتساپ بتا یک بار ادلیت کن از نو استنافکش کن تمام آمین تنیسیت خاطر جمع کسی برفت. به دوستانت زنگ بزن، به خیش تبارت زنگ بزن، یک دیگری تا احوالت پرس. اوی تاجیک به من زنگ بزن و بگویم که راه های نجات از این سرخمی در چی است. به این برنامه وارد شو، در اینجا گپ زن، بیا با هم گپ زنیم، بیا با هم مشورت کنیم، مصلحت کنیم که راه خلاصی از این فرق سر خوردن و لگد به زد نماز خوردن، راه خلاصی از چی است. گپ زنیم، راه حلش رو پیدا کنیم. هر روز صدها تاجیکی راهش رو یافتگی به پولشا، به لاتویا، لیتوا، استونیا، بلژیا، شویتسیا آمده سفیاری کرده ایستاده است. در گاسترونومی کار کرده ایستاده است، در هتل ها، در رستوران ها، در زواد فابریکه ها کار کرده ایستاده است. با سری بلند، بدون اینکه لطوکوب شود، بدون اینکه کفتی همین میشه قپونده قطار کرده اینجا به اینجا پلیس برد. در روسیه نشد، در یک جای دیگر برد. دوستان عزیز، همین شب روز خصوصا تاجیکو با افغانستان به مردکوری روید. باور کنید. حالا افغان ها داد و فیغان دارن در افغانستان که در افغانستان جای کار نیست، جای کار نیافته ایستادند، مردم از گرسنگی مرده ایستاده است. چرا چنین داد و وای ها زیاد است؟ میدونید برای اون که این مردم طلب کرده میتوند، وگرنه از ما غنیتر از مردمش، از ما داروتر است، از ما زندگیش خوبتر است. دیدی در همین روسیه دیدی یگونه افغانی مردی کار کوچه رو به تاجر دیدیم، زواد و فابریکادور دیدیم، کارچالان دیدیم، کوچروب نه، مردی کار نه، ساختمانچی نه. چند دیدی؟ ندیدی. من در همین اروپا هم ندیدم که یک افغان بیاید در اینجا کاری پس کند. تاجر است، سوداگر است، در کارخانه ها کار میکند، ترجمان شده کار میکند، در اداره ها کار میکند، آفیس نشین است، به خودش احترام قائل است. و همین افغانستان روید جای کار مییابید، هیچ کس شما رو پس نمیزنه. باور کنید تاجیکو. باور کنید. برای یک تاجیکی که در روسیه فرق سر شرطه میخورد، زد نمازش به دنگ شرطه میخورد، برای یک تاجیک 1000 نه 50 روبل کار کند
با سر بلند کار کند. میبینی بکتا به شیشته نمیتونی در پیش زن و بچه گچ ها میلیسه زد همینجا کپ کبود سیوی کبود نزد میخیر بنامین افعال روزات گذشتگی هست. بنامین افعال پول یافتگی. بنامین افعال پول یافتگی. چی امید داری از آیندت؟ از آینده چی میداری؟ به همین افعال نیمی دل خراب، نیمی دل کباب پول میابی، نان میابی، بخیل میدگی، چرک خانه میبیایی میدارایی با از بوی عرق در تریتور دیسوده نمیشود. به همین افعال پیش فرزندات میبیایی. همین تو چی الگو هستی برای فرزندانت؟ همین روزت بسر توی مامال رحمان آوردی؟ ماس همین رسه بیایی همین خروج زوری که ایست گفت می آخر دیگه جا رفت. نه خیش اقرباگی کنی میتونی، نه سیله رحمت جوش باورده میتونی. نه مردانگی در جوش میستد، نه جسارتت، نه شجاعتت، هیچ چیت نمیموند. چیت میموند؟ میموری مردگی. گور خبر نی، قبر خبر نی، جنازه خون نی تو به. نه جسارت، نه شجاعت، نه مردانگی، نه آبرو، نه عزت، نه حرمت، نه احترام، نه اعتبار. چی داری؟ چی داری؟ با همین حالت هستی یا نیستی؟ نبودن از بودنت بهتر نیست؟ برای چی پیامبر هجرت کرد؟ به جای دیگر طایف رفت سنگبارانش کردن، گشت آمد شد تن داد. نه مدینه. تا اینکه سری بلندش خم نشود. به طایف اومد سنگبارانش کردن. به طایف هجرت کرد. هجرتی طایف در یادتون هست؟ در بیرون تر از طایف یادتون باشد اگر سوره جن نازل شده بود. یک نفر از واتساپ زنگ زده شده است. گوش کنیم چی میگفته باشه. الو گپ زنید. واتساپ گپ زنید. تلفن افشار واتساپ خطی گپ بزنم. بفرمایید. گپ زنید. بخشی تلفن واتساپ خطی گپ بزنم. بخشی تلفن من ایشون از شد. نه شما همین واتساپ خطی گپ زدن گرید. حاضر بخشی تلفن ایشون واتساپ خطی گپ بزنم. اما پول می‌دارم چه زنگ زنید. ها بسیار خوب. واتساپ خطی زنگ زنید. با سیم کارت زنگ زدم. هرمشتم تلفن خیلی سلام. این طرح دوستان عزیز. شرف چیزی تجاوز ناپذیر است. هر آن کس که شرف دارد کبیر است. مقدس داشت هر آن کس که شرف را نبیند جبر و ظلم ناخلف را. میرزا ترسیزاده میگوید مقدس داشت هر آن کس که شرف را
نبیند جبر و ظلم ناخلف را. اگر شرف مقدس دانستی، شرفت گرامی داشتی، شرف داشتی، هیچ کس یگان ناخلف به تو ظلم نمی کند، جبر نمی کند. به شرف شدی، همه تکی پایت می کند، تکی پای توبه می شوی. به شرف شدی، یعنی هر کجا دیدی که تو را کوب کرده ایستادن، تو به شرفی. هر کجا دیدی که تو را زده ایستادن، کوفته ایستادن، تحقیق کرده ایستادن، تو به شرفی، شرف نداری. باید این شرف رو پیدا کنی. از این روزات مردنت بهتر. بمیر اوی مرد، بمیر، به بشرفی تن نده. بمیر، به بشرفی تن نده. همین تاجیک به نمی خلاصه آمده رسد، بعد شرفمند میشد، سربالا میشد، سربلند میشد. هم در داخل تاجیکستان، هم در روسیه، در کجایی که باشد. بمیر، به بشرفی تن نده. حالا بفرمایید. گوش میکنم. بفرمایید، گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. من یک زمین پیدا شما تماشا کرده ایستادم، چند از خواتین شما یک پیدا سروی بریم، باید یک آدم باشدش کمیتری رو تماشا کنند. در کمیتری جا باید دیگر آدم ها با معنی که چه موی میبرن، چه تمامون نمیتونه شده، حتی ادبی گپ زدن نمیتونه، ما اشخاص داشته گیرم معنی گپ. یکی ولی همین گپ فاسیزم چی باید در پیدا که شما باید دیگر یک کار خودی شد، شما برای چی کمیتری تماشا نمیکنید؟ برادر عزیز، در کمیتری من سه مدیراتور دارم، هر سهش کار کرده شده است. انمی اشاره کلی میتونه خلق و میخواد که معنی گفت که خاصی خود جمیله که خود خلق نشه، یکم پرابلم نداره. یک دوستی من مثلا گریم شاید کم سلام علیک هستیم، لیکن میشناسمش، حرمتش میکنم، احترامش میکنم، اکمال هستنه خرلوغ است، با نمایندگی میکند. نه میشه یک دنیا کرده، یک مسیحیت کرده، یک چیزی کرده را تماشا کردنی میشه تو همون کمیته رو تاکیف میشه یا چه تماشا کردنی میشه یا آدم درآمدی شده آدم شیوع دیوار من رو تعلیم میخواد که رو تعلیم نمیشه حالا خلاص نمیشه و $5 با شرطی که شیوع کرده باشه یا مقابل بیاوری تو برادر عزیز من گپ کنم میبرم، گوش کنید. برادر عزیز گوش کنید. در این چت گوش کنید برادر عزیز. من هوشمه به بیرون نمیدیم، هوشم به نوار است. در چت مدیراتور نگاه کنید، در چت سه مدیراتور وجود دارد که همه این خورو نظارت میکند. هر سش هم معلوماتش عالی است، عالی دنیوی است. هر سش هم منطق و فلسفه صرفا میرد، فصاحت و بلاغت دارد. صرفا میرد که اونجا چی گپ رفته شده، چیکار شده شده. بسیار این برادر عزیز همین یک سیاستی، ان همین کاری که در چت رفته شده است، یک سیاستی آدم جمع کنی یوتیوب است، ان همین شبکه اجتماعی است. فقط کارش همین است برادر عزیز. نه اونجا ما من نمیکنیم، اونجا نگاه کنید برادر، ما اونجا من نمیکنیم. اونجا کسایی که تحقیر استفاده بردن آگاه میکنیم که تحقیر نکنند. یک تحقیری کردگیشون رو اگر یگان حقارت نوشتن، یگان حقارت تحقیر نوشتن، تحقیر نوشتگیشون رو حذف میکنیم.
دشمن توجیه کن وای پروسه معنی که باز یک کلمی بیاد که میخوام که من میرم من کلمی داشت درست نمیشه وای بناگون شده وای اون تیم جنگ نباشه میگه که همون تو گفتن وای ها گفتم میگیرد پیدا میشه گفتم میگیرد اونجا برادر عزیز من 3 تا اونجا مدیراتور دورم گفته شدم اونها اداره میکنن برادر عزیز اگر گپ نگاه کنید برادر عزیز گپ اگر در نگاه کنید برادر مونید برادر گپ اگر در چارچوب آداب و اخلاق گفته شود در اونجا یگون ملت چگی نشود ملت پرستی نشود یگون تحقیر نشود برادر عزیز اونجا ما حق نداریم که هر کس گپش ادالیت کنیم چون که او استفاده برندگان ما است او استفاده برندگان کانال ما است ما اگر تاخیر استفاده نبرد ها درست من قبول دارم جنگ انداز میبراید نه آخر ما پیش آخر وای میاد براید گپ بزنند من وای فول نشدگی باشم که وای مقصدش دونم که با چی مقصد در اومدگی است و میاد براید می نویسد ودلیت چی میکنیم تمام در کجا درست است برادر همین گپ من نزدم من افسوس نکنید من نزدم همین گپ من نگفتم نه او برادر حاضر ودلیت میکنی بونوم دیگر میدارد بعد از 5 دقیقه این چیزی دوره نشه در دست ما بودگیش برادر همین است که ما وقت میبینیم تاخیر استفاده بودگی است ودلیتش میکنیم آگاهش میکنیم مسدودش میکنیم زبلکرویتش میکنیم لیکن وقتی که وای بروهای دیگر در اومد این چیز برای همین در تیمو برای همین در چت یوتیوب ما هیچ گپ نیست فقط این چیز فهمیدن در کار است که این پیش روحی نه فقط همین مسئول میگذاره ما یعنی همین سبب اساسی همین روزی نمیدونم چه سامون شده لیکن تلفن من هزار تا گوش کرد من میگم من رو میخواستم این چسبه من دفعه ما آدمی رو هزار تا خوشش هم استفامیدم نفهمم چطور شما میگی من نمیخوادم من دقیقش نگه وقتی کم دارید همین این چند گوش میکنم چشماش خوب وقتی آخری گرد همین یک خطای دن رو میخوام که تو میگه فضلی تمام نمیخوام بخشش نبردید تلفن من بکشم من پرورش سیستم تلفن من خشن می‌کنم تمام من خوبش میکنم زنده باشه بسیار خوب ایرادشون هم بجا بود دوستان عزیز در چت خواهش میکنم تاخیر استفاده نبرید یک دیگر رو دویم یک گپ عجایب گفتن که مردم تاجیک مزخیت شده برفتگی مزخیت چی است یعنی اما خود زده خود رنج داده با لذت میبرد یک نفر مزخیت همون نفر رو میگن که از ضرب خوردن خودش از شرطه خوردن خودش از شرطه زدن خودش یعنی از جانش درد یافتن لذت میبرد همین نفر رو مزخیت میگن تاجیکا میگن مزخیت شده برفتگی چی در کار میگن چه ضابط کسی اونها رو پشتیبانی میکنی از اونها دفاع میکنن با اونها همین میفرد میگن مزخیستی یعنی از جانش درد کردن از شرطه خوردن از فرق سرش خوردن ضربه خوردن لذت میبرد از تاجیک
این مردک همین خیلی گفته شدن ما تا همین حالت اومده رسیدگی هستیم یک حالت مزخیزم اومده رسیدگی هستیم اوی توجیک همین دیدگیت همین تمام دنیا تمام نه به همین دودرم که زندانی شد همین یک تاریخ خودم میبرم دوستان به همین دودرم که زندانی شد چندین مراتب خبر فرستادمش که دودر برو از زمین روسیه برو اقلا خودت برو مالی بچه گچت اقلا خودت برو بیرون هیچ نه با تلفن گپ زده میسی و بچه‌هات نزد فریاد میکنی در آزادی زندگی میکنی ما با جناب عالی چا کردیم چگونه کردیم به جناب عالی من جناب عالی پشت پنجرهش رفته گزیده خور رفتی من بیرونه به همین اهلی عالی خودم نگاه کنید گفت نمیکند زیربونده موندگی در همین روسیه میخوری برو ترک کن همین کمترین تهدید به امنیتت هست در روسیه کمترین تهدید به شرفت هست به مردانگیت هست به ناموست هست به آبروی حرمت اعتبارت هست روسیه رو ترک کن یک جای دیگر را ولی فلان نفرت شهروندی روسیه گرفتگی به همه چی آمده شده است پاویستکه او چه زوبت کرد اوی نیمی دل خراب نیمی دل کباب شب خوب نمیری از جای خوبت شاید زده گرفته برام به جنگ اوکراینه به تو چی نمیرسد خوردگی نباشی شل نباشی کر نباشی کور نباشی اگر این حالت ها رو داشته باشی اینوالید باشی مایلش که بگویی من هیچ جا رفتن نمیتونم همینجا جمیده نمیتونم وای پای روان داری چشم بینا داری گوش شنوا داری عقل هوش رسا داری زبان گویا داری دست بازو داری بعد تو با چی نمیرسد که به این خوری تن داده میستی بعد تو چی نمیرسد کمتر سرت بالا کرده گپ زنی از تاجیکستان زاپروس میبیاد برداشته میبره روسیه یک تاجیکستان کلان است کمتر سرت بالا کرده بیا یک جای یوب که یک سربالو زندگی کنی گپ میگفتگیت بگویی مردانگیت حس کنی مرد بودنت احساس کنی حرمت احترام حیثیت داشتنت احساس کنی به شما تاجیکا میگم بسوادترین مکتب تمام نخوندگیت تماما نمی یگون زبان نمیدونستگیت از روسیه برا بیرون از روسیه زندگیت یافتن کوشش کن زندگیت دو برابر خوب میشه مینیموم بسوادترین تاجیک زندگیش دو برابر خوب میشه رسیه ترک کنه تمام زندگیش رو به بهبودی آوردن سر میکنه سوادداران کسایی که مکتب 4 و 5 کت خوندگیتون از 3 بالا کت خوندگی هستید از 3 بالا کت خوندگی باشیتون یعنی بهاتون 4 5 کت تمام کردگی باشیتون مکتب میانه یعنی شما مهارت زبان آموزتون هست زورتون به زبان آموزی میرسه 2 ماه هست 3 ماه هست 4 ماه هست زبان آموزی میکنید یگان کسب رو میآموزید از پی کارتون میشوید استابیل درآمد هست هر ماه 12 ماه کار میکنید 14 ماه حساب میکند در اروپا 12 ماه کار میکنید 14 ماه حساب میکند یعنی در 6 ماه 1 ماه استراحت کردن به حق داری با معاشی هم استراحت میکنی لیکن معاشت رفتن میگیرد باز 6 ماه دیگر کار میکنی باز 1 ماه دیگر استراحت میکنی لیکن معاش میگیری هم استراحت میکنی هم معاش میگیری 6 ماه کار میکنی
معاش 7 ماه رو میگیری. 12 ماه کار میکنی معاش 14 ماه میگیری. بالا این سهورته میکنی. طبابت فرزندانت در بهترین مکتب ها تحصیل میکنن. 2 زبان، 3 زبان، 4 زبان. بیا کمتر پول کار کردی راه های دیگری پولیابی رو میابی. میری در یگان کشورهای آسیا مرکزی یک گرد اطراف یگان کارخانه باز میکنی. تجربه آموزی میکنی. اینوستیتس میکنی با پولت، با تاجرها، با کارچالان ها را یافته. زندگی رو پیش میبری. جایی که به تو حق جسارت و شجاعت و جوانمردی و شرفمندی رو نمیدهد در اونجا نباش. اولین راه پیروزی ما بر ظالم همین است. اولین راه این است که اقلا در همین تن جسم جان خودمان ما آزادی را احساس کنیم. در جای باشیم که ان همون سطحی با جوانمردی و شرفمندی ما خلال میرسوندگی رو سطحش رو پایان کنیم. یعنی تهدیدی با امنیت ما، با امنیت جوانمردی ما، شجاعت ما، جسارت ما، شرفمندی ما تهدیدش پس فروید. آهسته 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 پس فروریم. نیست نابودش کنیم. بعد ما میتوانیم بر ضد این ظالم غلبه کنیم. در جای زندگی دارید که شرفمندی شما، جوانمردی شما زیر سوال رفته ایستاده است. حیثیت شما، آبروی شما، اعتبار شما پس رفته ایستاده است. این کمک به ظالم است. شما به ظلم تن دادگی هستید. به ظلم تن دادن، به ظلم خاموش بودن این جانبدار ظالم بودن است. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته هستند که بهترین جهاد در نزد خداوند این گفتن سخن حق در نزد ظالم است، روبروی ظالم است. بیهوده نیست این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم. خودتون رو دریابید دوستان عزیز، همملتان عزیز. خودتون رو دریابید، جوانمردی رو دریابید، شرفمندی رو دریابید. با شرف زندگی کردن رو شعار کنید با خودتون. شب است، روز است، پیشتون یک شعار گذارید. دیگر به کسی، به یگان نفری، به یگان احدی حق نمیدهم که مرا تحقیر کند. شرف مرا زیر سوال برد. حیثیت مرا زیر سوال برد. اعتبار مرا، ناموس مرا زیر سوال برد. هر لحظه این شعارتون را یادتون بیارید. یک دوست داشتم، یتیم کلان شده بود، بی پدر. در بین دوستانم همین دوستم باقی ماندگی است، نامش رو نمیگیرم. حالا چند وقت شد زنگ نزده است، خیلی پزمانه شدم. از خودم 2-3 سال خورده است. دوستی بچگی هم است. نوابسته از عقیده، نوابسته از فکر اندیشه با هم مخالف داشتن. یگان بار من در وفاداری، در دوستی یگان بار خیانتش رو ندیدم، نامش رو نمیگیرم. خیلی پزمانه شده هستم. شاید او خودش درک کند که رو میگویم، اگر مرا تماشا کند و از نقلم میفهمد. دو دختران یک خواهر بودند در اویله. مادرش اینها را با فراشی و با همه زندگی سخت به وای رسانده بود. وقتی در روسیه کار میکرد یک روز قسم یاد کرد که دیگر
بنامین کوری سترویکه بر نمیگردد. گرسنه میماند، تشنه میماند. به گرسنگی میمیرد، به سترویکه بر نمیگردد. دیگه بر نگشت. به گرسنگی نمرد. تشنه نموند. به خونه جو نموند. برعکس دارا شد، غنی شد. دستی صدها تاجیک را میگرفتگی شد. کسی را واخرت کمک میکردگی شد. هم از جهت حجت، هم از جهت کاری افتاد دادن. در همه چیز دستش برای کمک میرسیدگی شد. نه اینکه کمک طلب شد. یک یاردم کنید، یک تا کاری افتاد یه گفته میگشتگی شد. برکی جوش باید کاری افته میداد، جوش باید حجت درست میکرد، جوش باید بلیت سمالیاتش خریده میداد، جوش باید از تاجیکستان پرواز کرده اومده نمیتوند به روسیه بلیتش خریده میفرستون. بعد 2 ماه 3 ماه اومده کار کرده میداد. نمرد به گرسنگی. مادرش من رو مثل فرزندش میدونست. از بین فرزنداش آخرین نفری که با مادرش زنده سلام علیک یعنی دیداربینی کرده بودیم، صحبت کرده بودیم، با هم بودیم چند وقت، از هر 2 فرزندش هم من در برش بودم. نمرد، همون بچه نمرد. دارا شد، غنی شد، خاندار شد، جادار شد در روسیه. نمرد دوستان عزیز. شما هم نمیمرید. به کار پس تن ندهید. به بی‌شرفی تن ندهید. به بی‌غیرتی تن ندهید. تن ندهید، تن ندهید. امروز موضوع من همین بود. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، یکتون رو پزمان شدم و بوی وطن پزمان شدم. این وطن رو باید از دست ظالم گرفت. این وطن رو باید از دست ظالم گرفت. از دست ظالم تو به خودی همین ظالم سر به سر نشوی، دیگه راهی گرفتن نیست. با این سرخمی، با این بیهوشی، با این بی صدایی، با این بی آوازی چطور میتونی با ظالم سر به سر شوی؟ نمیتونی. برای همین با ظالم باید سر به سر شد. برای با ظالم سر به سر شدن، سر بالا کردن رو مشق کردن در کار است. سر را بالا نگاه داشتن را، به هیچ کس حق تحقیر ندادن به خود را مشق کردن در کار است. مشق کنید دوستان عزیز، جوان مردان ملت، مشق کنید، سر را بالا کنید. با امیدی سربلندی همه امان. حالا یک نفر میخوان سخن کنم، بعدش گپشون رو بگم. حالا بفرمایید. برادر صدا نیسته؟ هست، صدایتون هست. مایک چک صدا نیست. صدای شما هست، بفرمایید. برام باز نبودم. صدایتون هست، شما گپ زنید. صدایتون هست، من شما رو میشنوم. استودیو صدای شما رو میشنود. ما رو میشنوید؟ نمیشنوم. گپ زدن گیرید. گپ زنید. من شما رو نمیشنوم. من شما رو میشنوم. شما گپتون گپ زنید. من شما رو نمیشنوم. معلش شما رو من میشنوم. ببرم. نه نبرید. گپ زنید. بسیار خوب. الان این طور است دوستان عزیز، تماشاگران عزیز، با همین
برنامه امروز رو با آخر میرسونیم. یکی شما رو به الله پاک میسپارم. در پناه خداوند کریم ممنون باشید. با یکتون شجاعت، جسارت، سربلندی میخوام. همین برادر بسیار میخوام صحبت کنم با پایجا گپ زنید. صدای شما هست. گپ زنید. نمیشنوم. نه گپ زنید. من شما رو میشنوم. گپ زنید. ببرم. نه گپ زنید. گپ زنید. نه ما صدای شما نمیاد. مالش صدای شما زور. ما در نمیفهمم چی گفتید. تابه برام باز کوشش میکنم. برام با مدرو. مالش ما شما رو انتظار میشم. برنامه با آخر است. شکر خیلی های. صدای شما خوبه. اگه ناسترویکا شایجه چیکارش کردیم؟ گپ زنید شما. گپ زنید. این ایجا میشنوم تونو. در تلفن دیگری میشنوم تون. آواز نمبر آمده است. تو گپ زنید. این ایجا میشنوم تونو. در تلفن دیگری میشنوم تون. تمام گوش کنید. من صدای شما رو میشنوم و تلفنتون رو گوشید. همین گپ زدن گیره. فقط صدای من نشنیده شده. صدای شما برسید هست. گپ زنید. شما و تلفنتون رو گوشید. گپ زدن گیره داره میگه. نه آخه من نشنم شما چه گپ میزنید؟ شما گپ زنید من شما گوش میکنم. تمام. نه آخه من نشنم شما چه گپ میزنید؟ شما گپ زنید من شما گوش میکنم. تمام. نه آخه من نشنم. میشنمش. همه در اومدم. یک موضوع اوضاع گفتیم یک سه چهار سخن کنیم یک سوال جواب کنیم. انا استریم یک ساعت 2 ساعت تماشا کردم. اولش گفتم بدرم که خواهی میکنی نشید. باز کوشش میکنم خیلی نمیشه یک طرف ما گپ زنم شما گوش کنین یا که ما شما را نمیشنوم. خواهد باز میدرم یکم کسی دیگر بدروین بازم میدرم. مالش دوستان عزیز برنامه رو به آخر میرسونیم. ان شاء الله برادر عزیز در دفعه دیگر خدا بخواد.